چین به تازگی باتری جدید اختراع کرده است که میتواند برای همیشه پایان خودروها یا موتورهای بنزینی را رقم بزند. سالها موتورها یا خودروهای برقی با یک مشکل بزرگ یعنی باتری ها روبرو بودند. مردم نگران زمان شارژ، برد رانندگی، عمر باتری، ایمنی و قیمت بالای آنها بودند و بسیاری از رانندگان هنوز خودروهای دیزلی یا بنزینی را ترجیح میدادند، زیرا باک یا تانکی آنها سریعتر پر میشوند و استفاده از آنها برای سفرهای طولانی آسانتر است. اما چین اکنون ممکن است این معادله را به طور کل تغییر دهد. شرکت‌های باتری سازی و خودروسازان چینی در حال توسعه نسل جدیدی از باتری‌های پیشرفته هستند که سریعتر شارژ می‌شوند، دوام بیشتری دارند، در هوای سرد عملکرد بهتری دارند و هزینه تولید آنها بسیار کمتر است. طبق گزارش‌ها، برخی از این باتری‌ها می‌توانند با یک بار شارژ برد رانندگی بیش از 1000 کیلومتر به خودروهای برقی بدهند. برخی دیگر می‌توانند تنها در چند دقیقه تقریباً به سرعت پر کردن یک باگ یا تانکی شارژ شوند. چین در حال حاضر بر بخش عمده از زنجیره تامین باتری جهان، از فراوری لیتیوم گرفته تا تولید باتری و تولید خودروهای برقی تسلط دارد. برندهای خودروهای برقی چینی به سرعت در سراسر آسیا، اروپا، آمریکای لاتین و بخش‌های از خاورمیانه در حال گسترش هستند. شرکت‌های مانند BYD در حال حاضر مستقیما با شرکت‌های همچون تسلا و خودروسازان سنتی اروپایی رقابت می‌کنند. برخی از تحلیلگران معتقدند که مزیت واقعی چین نه تنها خود خودروها بلکه کل اکوسیستم پشت آنهاست. چین بخش‌های بزرگی از زنجیره تامین لیتیوم، گرافیت، مواد معدنی کمیاب و پالایش باتری را کنترل می‌کند. این امر به تولید کنندگان چینی هزینه کمتر و قابلیت‌های تولید سریعتر نسبت به بسیاری از رقبا می‌دهد.